بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. گفتی الله بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. مصطفى هرگز نگفتی تا نگفتی جبرائیلم هم نگفتی تا نگفتی کردگار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعين نهاية قابل قدر، هموطنان نهاية عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعی را که امروز میخوام پیرامونش خدمت شما چیزی بعد برسانم در رابطه با فضیلت و اهمیت سنت نبوی صلی الله علیه و سلم در حیات زندگی مسلمان هاست. و همچنان اعمال مسنونی روز جمعه که روز جمعه را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان سید الایام تعبیر کرده، به عنوان عید تعبیر کرده. اون اعمالی که در روز جمعه انجامش سنت طریقه است، انشاءالله ایره هم خدمت شما عرض خواهیم کرد. ولی در ابتدا ما باید بدانیم که سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در حیات مسلمین از چی نقشی برخوردار است. یاد داشته باشین که مصادر شرع، یعنی آنچه که ما با او استدلال میکنیم، دلایلی که در دین مقدس اسلام است، 4 است. مصدر اولی یک مسلمان قرآن است. اولین چیزی که ما باید به او تمسک بکنیم، از او استدلال بکنیم، قرآن است. بعد از او با سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است در قدم دوم. بعد از او اجماع، باز قیاس. اما مهمترین و اساسی ترین کار پیامبر صلی الله علیه و سلم چی بود؟ تبلیغ و بیان قرآن بود. تبلیغ و بیان قرآن. گویا که سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک شرح، یک توضیح برای قرآن است. در زمان کنونی بعض فرقه هایی برآمده به نام قرآنیون، یعنی میگه که قرآن برای ما کفایت میکنه، دیگه سنت نیاز نیست. فرقه های گمراه، در حالی که بسا آیاتی که مبهم است، بسا آیاتی که مجمل است، بسا آیاتی که
در او کلیات بیان میشه، تا زمانی که اجمال را تفصیلش سنت نکنه ما نمیدن، کلیات عمومی را تا قید زیرا سنت بیان نکنه ما نمیدانیم. مبهم یک چیزی در آیت مبهم گذاشته شده، تا زمانی حدیث پیامبر ایره توضیح ندید، سنت پیامبر توضیح ندید، از کجا ما ایره درک میکنیم؟ به طور مثال قرآن به طور کلی میگه اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، شما نماز را برپا بدارین، زکات را بدهین. حالا ما تعداد رکعات را در قرآن خونیست، این لابدی است که ما در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باید تلاش بکنیم. یا کیفیت چگونگی ادای نماز را، ما نماز را چطور ادا بکنیم، این سنت پیامبر برای ما توضیح میده. در قرآن مطلق است، به شکل عمومی میگه اقیموا الصلاة، شما نماز را برپا بدارید. یا بسیاری آیات به شکل مجمل است، قرآن کریم است که او را تفصیل میکنه. در بس آیات مسائل مبهم است، حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم است که این را تفصیل میکنه. روی این لحاظ زندگی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، سنت پیامبر، چه سنت قولی، چه فعلی، چه تقریری، چه وصفی، چه خلقی، همه از اینها برای ما یک حجت است برای دانستن دین، برای دانستن قرآن. سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ایلا بودی و ضروری است. گویا که آنچه را که الله بر بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل کرده، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم یک تمثیلی این منازله را در زندگی عملی انسان انجام میده. یک چیز را که الله بالای پیامبر نازل کرده، پیامبر صلی الله علیه و سلم مثالش به زندگی عملی نشان داد، قولی نشان داد. سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم گویا که تطبیقاتی است، تطبیقاتش. به خاطر فرقه هایی که تنها میگه قرآن با ما کفایت کننده است، این شکی نیست. قرآن کتاب کامل مکمل است، تبیان لکل شیء است. ما هم به این باور و عقیده هستیم که قرآن کامل و مکمل است، لیکن توضیح کار داره، شرح کار داره، چیزایی که مبهم است او را وضاحت دادن کار داره. و این را چیز توضیح میده؟ سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. و به می خاطر در قرآن هم وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را موضوع بعثتش ذکر میکنه، باز میگه لتبین للناس، تا به مردم بیان بکنی قرآن را. قرآن را ما نازل کردیم به خاطر از اینکه تا که تو بیان بکنی به مردم. روی این لحاظ اهمیت سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زندگی بشر بسیار مهم است. اگر یک کسی میخواه که به الله وصل شود، او از طریق مصطفی باید وصل شود. بدون راه مصطفی صلی الله علیه و سلم، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، رسیدن به خداوند محال است و جنون است. و این قرآن برای ما تعیین میکنه، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو پیامبر علیه السلام اگر شما الله را دوست می‌دارین، فاتبعونی، پس پیروی مرا بکنین. یعنی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم در زندگیتان چه بکنین؟ عملی بکنین. اگر ما میگیم ما الله را دوست داریم لیکن سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم در نظر نمیگیریم، این ادعای ما دروغ است. چنانچه در تفسیر مدارک می نویسه من ادعا حبه، کسی که محبت الله را دعوا میکنه و خالف سنت نبیه و مخالفت میکنه با سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم، فهو کذاب و کتاب الله یکذبه، پس شخص دروغگوی است و کتاب خداوند هم این تکذیب میکنه. چرا که قرآن میگه که راه محبت در اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم است. راه وصل شدن به خداوند ای از مسیری سنت راه و روش محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است.
صلی الله علیه وسلم اساس ترین کارش تبلیغ و بیان کلام الهی بود. به این خاطر قرآن تفسیر و توضیح برای چه سنت، تفسیر و توضیح برای قرآن است. و فقه، الفقه ثمره القرآن و السنه، فقه با ثمره هر دویش است. اما تبلیغ کلام الهی به چه شکل صورت میگیره؟ شیوه های مختلف است. یکی خوب تلاوت، به محضر مردم کلام الهی را تلاوت خود تلاوت بکن به زندگی شخصی، یومیه تعیین بکن، 1 ساعت نیم ساعت 20 دقیقه حداقل. فیسبوک نزن، بلا و لحب وقت ضایع نکن، به غیبت مردم وقت ضایع نکن. 20 دقیقه به الله بده، به الله و کلام الله وقت بده. اگر میخوایی که زندگی با عزت و با برکت شه، با کلام رب العالمین وقت بده، با الله رب العالمین صحبت و مکالمه را شروع بکن. میخوای با الله صحبت بکنی، کلامش بخون. میخوای با الله راز نیاز بکنی، به نماز استاد شو. ذاتی که هیچ حایلی با ملاقات از وجود نداره، کلامش تلاوت. سبحان الله، تلاوت کلام پاک این هم یک شیوه رساندن ابلاغ است به مردم. و دوم به بیان بالقول، کلام الله را وقتی که تلاوت کردی به مردم وعظ بکن، نصیحت بکن. بهترین نصاب تبلیغ قرآن و سنت است. بهترین نصاب اصلاح برای انسانیت کلام رب العالمین است. انقلاب را در زندگی انسان میاره، انقلاب. و به تطبیق عملی کوشش بکن با اوامر قرآن، چیز را که قرآن میگه به زندگی خود ما باید کوشش بکنیم که قرآن را تطبیق بکنیم. و این تطبیق عملی مثل که ارکان 5 اسلام را ما در زندگی خود اول میخوانیم کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. تا یک نفر کلمه نخوانه، نه نمازش قبول است، نه زکاتش قبول است، نه حجش قبول است، نه هیچ عمل صالحش قبول نیست. به این خاطر این کلمه لا اله الا الله مفتاح است، یک کلیدی برای دخول در اسلام است. تا زمانی که کلمه نخوانی دیگر اعمال قابل قبول نیست، عبادات قابل قبول نیست. کلمه را که خواند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، هر کدام ما باید ورد بکنیم، خوب درست یاد بکنیم. متاسفانه شما میبینید در بسا میدیا پیرمردای هستن، پدرانی سفید است، کلمه ایش میگه بخوان، درست خوانده نمیده، درست خوانده نمیده. مسلمانی با تذکره، خلاص تذکره مسلمان، عملی مسلمان بسیار ضعیف. کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را باید ما خوب درست یاد بگیریم. بعد از باز نماز را درست یاد بگیریم. 5 وقت نماز فرض است جانب رب کائنات. باز زکات، باز روزه، باز حج بیت الله شریف. نماز خود درست یاد بگیریم، کوشش بکنیم. تو فکر نکنید که ما والا پیر و سفید هستم، یا ما فلانا قماندان صاحب هستم، ما فلانا حاجی صاحب هستم، ما فلانا ثروتمند صاحب هستم، ما فلان هستم. نه، یعنی وقتی که تو کوشش میکنی که نماز یاد بگیری، تو از جمع کسایی میشی که در راه الله به خاطر طلب العلم میبری. من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله. کسی که در راه علم میبره، در طلب علم میبره، او در حقیقت در راه الله قرار داره، در راه الله قرار داره. نماز یاد نداشته پرسان بکن، عملا مثل که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم دا پیامبر علیه السلام خودش تعلیم داد. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرقه های گمراه را همینطور پیشگویی هم کرد در موردش. کسایی که فقط میگه که برای ما کتاب الله کفایت میکنه،
آنچه را کتاب الله حلال گفت حلال می‌دانیم، حرام گفت حرام می‌دانیم. این کلمات را پیامبر صلی الله علیه و آله این موضوع را پیشگویی هم فرمود. در زمان فعلی بعضی فرقه ها همینطور به نام قرآنیون، چی یک نام زیبا قرآنیون، پرویزیت، منکر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. سنت چی را گفته میشه؟ سنت در لغت به معنای طریقه، راه و روش. و پیامبر علیه السلام فرمود من سن فی الاسلام سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها. کسی که در اسلام یک الگوی نیک را میماند در جامعه اسلامی، بنیانگذار یک کار خیر میشه، برای از این اجرش میباشه، اجر کار خیر. و کسی که به این تا قیامت را عمل کرد، از این اجر که شخص هم چی میشه، این مؤسس هم برقرار میشه. ولی کسی که گناه میکنه، تعداد یک کار شر را میماند در یک جامعه، تا با آخر هر کسی به او عمل میکنه در گناه از این شخص شریک است. سنت در اسلام در لغت به معنای راه و روش، در اصطلاح آنچه که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ثابت شده از قول یا از فعل یا از تقریر یا صفت خلقیت یا خلقیت یا سیرت پیامبر برابر است که قبل از بعثت باشه یا بعد از بعثت باشه. در مورد اینه که بعد از بعثت تمام از این حجت است برای ما، چه سنت قولی، چه سنت فعلی، چه سنت تقریری، همه از اینا برای ما حجت است. اما بعد قبل از بعثت حداقل ایده قبل از بعثت هم به ما حجت است. در چی؟ در ثقافت اسلامی ما که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت هم یک انسان امین، صادق بود، انسان با حیا بود، انسان سخی بود، حلیم بود. سنت قولیه پیامبر علیه السلام مثال های زیادی داره. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم آنچه را که میگه یاد داشته باشید، این وحی الهی است، وحی الهی است. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر صلی الله علیه و سلم از طرف خود چیزی را نمیگه، ان هو الا وحی، نیست گفتار پیامبر مگر وحی، یوحى الیک، وحی کرده میشه به سوی او. به خاطر شیخ سعدی علیه رحمه میگه که گفته الله بود گرچی از حلقوم عبدالله بود. سبحان الله. گفته پیامبر گفته الله است، گرچی را عبدالله میگه. مصطفی هرگز نگفتی تا نگفتی جبرائیل، جبرائیلم هم نگفتی تا نگفتی کردگار. سبحان الله. پیامبر علیه السلام نمیگه تا زمانی که جبرائیل امین وحی، و جبرائیل هم از طرف خود نمیاره تا رب العالمین برش دستور ندیه. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. به طور مثال سنت های قولی پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر علیه السلام فرمود انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. عمل انسان دار مدارش به نیت انسان است. اگر تو یک کاری خیر میکنی لیکن نیت نشان دادن است، یاد داشته باشی که دو ثواب نیست. اگر نیت رضای الله است، اتباع سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، الله متعال تو را اجر میده. عجیب است که در یک کار خیر را که میگی چقدر نیت خیر را زیاد میکنی، همون قدر الله برای تو نیت در بدل پاداش میده، پاداش میده. یا مثلا پیامبر علیه السلام فرمود من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، از حسن اسلام یک شخص ترک کردنش یک چیز بیفایده است، یک چیز بیفایده که نه در دنیا برات فایده داره و نه در آخرت. این از جمله حسن اسلام یک شخص است. اشیای بیفایده را ترک میکنه که نه در دین ما با ما نفع داشته باشه نه در دنیای ما.
یا پیامبر علیه السلام ارشاد فرمود لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. مؤمن شدن نمیتونه یک از شما تا زمانی که آنچه را که به خود پسند میکنه برای یک برادر مسلمانش پسند نکرده. و خوبی را، عزت را، شهامت را، شجاعت را، حیا را، همه را به خود، ثروت حلال را به خود پسند میکنیم. باید به یک برادر مسلمان هم پسند بکنیم. یک برادر مسلمان هم پسند بکنیم. یه حدیث از قبیل جوامع الکلیم است. معنا و محتوای زیر چقدر شرح بده شرح میشه. پیامبر علیه السلام سبحان الله فدایت شوم یا رسول الله چقدر کلمات زیبا را ارشاد فرمودی. لا یؤمن احدکم، مؤمن شدن نمیتونه که شما تا زمانی که آنچه را که به خود میپسنده به برادر مسلمان هم پسند نکنی. هر چی که به خود میپسنده به یک برادر مسلمان هم امور پسند کن. این فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. سبحان الله. یا فعل پیامبر صلی الله علیه و سلم هم سنت است، سنت فعلی پیامبر علیه السلام. به طور مثال آیت نازل شد اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. شما نماز را برپا بدارید. صحابه پرسان کرد وقتی که دستور نماز خواندن از جانب رب العالمین نازل شد فصلى رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر علیه السلام خودش نماز خواند عملا. برای صحابه چی دستور داد؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، شما نماز بخوانید مثل که مرا میبینید من نماز میخوانم. پیامبر چطور نماز خواند؟ بسیار سکون، با آرامیش، با متانت کامل. و نانت پیشت میمانی حدی اقل 10 نفر دربار میگیره، حدی اقل 15-20 نفر دربار میگیره. در عبادت الله که استاد میشی باز بر خطاست. بعضی ها میگن چرا کار میکنی؟ ولی کمرم درد میکنه، ولی من نشسته نمیتونم. شریعت اسلام میگه که اگر تو استاد شده نتونستی نشسته خیر با چوکی بشی، لیکن با سکون بخوان، با آرامش بخوان. رکوع را میکنی بسیار منظم، سجده را میکنی منظم، قومه و جلسه منظم. سارق الصلاة نشو، نماز را به سرقت نبر. پیامبر علیه السلام صحابی که به عجله نماز را خواند تعدیل ارکان را مراعات نکرد، برش گفت قم فصلی فانک لم تصلی. استاد چون نماز را اثر بخوان تو خود نماز نخواندی. و صحابی رسول الله که سمع الله لمن حمیده گفت کمرش راست نشد. حالا اگر نماز ما را ببینه محمد رسول الله شاید بگه اصلا نماز تو این قابل قبول نیست. کوشش بکنیم که نماز ما نماز محمدی باشه، نماز محمدی، نمازی را که صحابه میخوان زمانی که در نماز استاد میشدن کانهم ینظرون الی عرش الرحمن، گویا که به سوی عرش پروردگار اینا نگاه میکنن. سب سکون و آرامش. بنان خوردن سرعت نمیکنیم، به قصه های شب سرعت نمیکنیم، غیبت را بسیار به فرصت میگیریم، دروغ را بسیار به فرصت با مون شکلی مرج و مسالهش میگیم. لیکن 10 دقیقه که به نماز استاد شدی باز در اینجا کمرت هم به درد میاد، سرت هم به درد میاد، پایت هم به درد میاد، باز عجله میکنی به شتاب زدگی نماز را میخوانی. این کار نکنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله عملا خواند و صحابه نشان داد گفت که صلوا کما رأیتمونی اصلی، گفت نماز بخوان مانند که من میبینید شما نماز بخوانم همینطور بخوانید. و صحابه را یک بار خواست گفت قم فصلی فانک لم تصلی، استاد چه نماز سر بخوان تو نماز نخواندی. باز رفت خوان الله اکبر سمع الله لمن حمده الله اکبر. همینطور مثل که بعضی ملا صاحبا قاری صاحبا در ماه مبارک رمضان الامان و الحفیظ تراویح را میتن یعلمون تعلمون الله اکبر، یعلمون تعلمون الله اکبر. بس از قاریای قرآن را کتاب الله لعنت میکنه. بازجی بس مقتدی هم نمی وضعیتش خوش است، خیلی معلوم است. ولی قاری صاحب یک ذره
به شتاب زدگی میخوان، کمی حدر خوان کمرش بس به شکستن میره خلاص. کل طور نیست، ایده میتور است، ایده. الله متعال همه ما و شما را توفیق بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم سنت عملیش هم ما باید در زندگی خود تطبیق بکنیم. نماز میخوانیم، در نماز صلوا کما رأیتمونی اصلی. یا مثلا آیت حج نازل شد ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه السبیل. یا آیت نازل شد پیامبر علیه السلام خودش رفت احرامی را پوشید، لباس مخصوص، از میقات احرام بسته کرد، 2 رکعت نماز خوند، حمام کرد، بعد از تلبیه گفت، حرکت کرد به سوی حج بیت الله شریف. در بیت الله شریف که رسید، اولین کاری را که کرد در وقتی وارد شدن طواف بیت الله را کرد. عمره را اول انجام داد، بعد از باز حج را. همینطور بعد از که با ترتیب طواف ختم شد، 2 رکعت نماز را در مقام ابراهیمی خواند، آب زمزم نوش جان کرد، سعی بین صفا و مروه را انجام داد. بعد از او رفت، باز انتظار کشید و بالاخره حج تکمیل کرد و مبارک طواف افاضه کرد و در اخیر تمام مناسک حج را با مرتب انجام داد. صحابه را عملا نشان داد، عملا که شما حج را این گونه باید بکنید، این گونه. به این خاطر قرآن میگه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. برای شما در رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگی پیامبر یک الگوی خوب است. سبحان الله. در خانه نشسته بود، صحابی نابینا عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه چشمش نابینا هست، آمد. وقتی که آمد برای ازواج مطهرات در اوجه گفت احتجبا منها، از این شما گفت حجاب بکنین، پرده بکنین، سوای حالتهای تعلیم استثناء که پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابیات تعلیم میداد و او هم با رعایت تمام حجاب یک روز را در هفته مخصوص کرده بود. برای ازواج مطهرات بود که احتجبا منها، از عبدالله بن ام مکتوم شما حجاب بکنین. ازواج مطهرات چی گفت؟ یا رسول الله آیا این نابینا نیست؟ بله این نابیناست، اما شما نابینا نیستین. افانتم عمیاوان، آیا شما افانتم عمیاوان، آیا شما هم نابیناستین؟ یعنی زندگی معاشرتی ما شما را در این سنت برای ما تعلیم میده که در مقابل نامحرم بیباک نباش. بیباکانه هیچگاه با نامحرم، اگر مرد هستی زن هستی نباید تو زندگی بکنی. زندگی در چوکات شریعت مقدس اسلام باعث حفظ عزت، باعث سربلندی، باعث وقار دوامدار بشه. یا مثلا زیاد مثال های است. پیامبر علیه السلام در 10 اخیر رمضان اعتکاف میشست. اینا همه سنت های فعلی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. او تقریر یا سنت تقریری پیامبر علیه السلام. سبحان الله. یعنی یک کسی یک قول را در یک مجلس گفت که پیامبر در اونجا تشریف داشت یا یک فعلی را انجام داد، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم یا تایید کرد یا سکوت کرد از رد تایید. این سنت تقریری میگه. به طور مثال حضرت ابو جحیفه از پدرش روایت میکنه، میگه که پیامبر علیه السلام در بین ابو دردا و سلمان فارسی برادری را قایم کرد. آخر نبی صلی الله علیه و سلم بین سلمان و ابو دردا، شما با هم برادر باشین. برادر حضرت سلمان فارسی آمد که ام دردا با لباس بسیار ژولیده تشریف فرماست، گفت که این ابو دردا، ابو دردا کجاست؟ گفت ابو دردا تارک دنیا شده، همه چیز دنیا را ترک کرده، اصلا ارتباط به دنیا نداره. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه
تعجب کرد وقتی که ابو دردا آمد برای سلمان فارسی یک ذره غذای را آماده کرد. حضرت سلمان فارسی برای ابو دردا گفت که کل، گفت انا صائم، من روزدار هستم. ابو دردا در مقابل سلمان فارسی گفت من روزدار هستم، شما نوش جان بکنید. حضرت سلمان فارسی گفت که من نمیخورم تا زمانی که تو نخورده. فاکل معه، حضرت ابو دردا همراهشان غذا را نوش جان کرد. وقتی که شب شد حضرت ابو دردا استاد شد که به قیام اللیل شب را تیر بکنه. برای سلمان فارسی گفت که نام خو شد. گفت من خو نمیشم تا زمانی که تو نخوابیده. وقتی که دید که نمیخوابه، میمان است، به احترام میمان و برادر خواندگی ابو دردا هم خواب شد. یک کیسه شب سپری شد. سونی سحر حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه از خواب بلند شد. آلا گفت قم، گفت آلا استاد شو، قیام بکن. فصلیا، اردویشان تهجد خواندن. هم سلمان فارسی و هم حضرت ابو دردا اردویشان سونی سحر که شد قبل از طلوع صبح صادق قیام اللیل استاد شدن، اینا تهجد را خواند. بعد از او حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه برش فرمود ان لربک علیک حقا، گفت برای پروردگارت بر تو حق است. و ان لنفسک علیک حقا، بر نفست هم حق است که تو باید بخوابی. و ان لاهلک علیک حقا، بر اهلت هم حق است. صبحی که آمد در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جریان را قصه کرد. جریان را که قصه کرد حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود صدق سلمان. سلمان گفت راست گفته. سلمان گفت راست گفته. این عملی حضرت سلمان فارسی را پیامبر صلی الله علیه و سلم تایید کرد. این را میگه سنت تقریری پیامبر صلوات الله و سلام علیه. سبحان الله. سلمان فارسی که لقب اهل بیت بودن را کسب کرد. سلمان فارسی که از فارس آمد عجبی است، فارسی زبان است، با پیامبر کدام قرابتی نسبی ندارد. از هر کسی پرسان کرد گفت که ابن من، گفت انا ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. از سلمان فارسی که پرسان کرد حضرت سلمان فارسی چی گفت؟ انا ابن الاسلام. چون با قبایل که ارتباط داشت، با خانواده که ارتباط داشت، اونها مسلمان نبودن، از نعمت اسلام برخوردار نبود. سلمان فارسی با یک دید کلام گفت که انا ابن الاسلام، ما بچه اسلام هستم، بچه مسلمان هستم. در نتیجه فکر و اندیشه عظیم سلمان فارسی پیامبر صلی الله علیه و سلم لقب اهل بیت بودن نداد. برش گفت که سلمان من اهل البیت. در غزوه خندق هر کسی سلمان فارسی را میگفت که بیاین قتیما، اما گفت که سلمان من اهل البیت. پیامبر صلی الله علیه و سلم برش. و همینطور سنت خلقی پیامبر، شکل و شمایل پیامبر صلی الله علیه و سلم، سنت اخلاقی پیامبر صلی الله علیه و سلم، همه چیز برای ما و شما حجت است. یک ذره نزدیک بشینید، نزدیک بشینید. کسایی که بیرون مانده اونا هم جای شوند. جزاکم الله خیرا. خوب نزدیک بشینید، تا نزدیک بشینید ثواب زیاد میشه ان شاء الله. جزاکم الله خیرا. برادرایی که پشت سر هستن اونا جای شوند. الله متعال روزی را بیاره که مسجد بخیر 3 منزل شد. هیچ در روز باران و گرمی شما به تکلیف نشه. انشاءالله میشه این کار بخیر انشاءالله. و در روزهای جمعه هم یک تعداد سنتی است که امروز ما و شما باید تنیره در نظر بگیریم. آداب روز جمعه، سنت های روز جمعه. اولین کاری که میکنین غسل میکنین. پیامبر علیه السلام فرمود من جاء منکم الجمعه فلیغتسل. کسی که از شما به سوی جمعه میاد اول حمام. الحمدلله خوب امکانات هم از خوب
حمام بکنین روز جمعه بلا ناغه، الا که عذر شرعی داشته باشین که آب تاوان میکنه وجودا مسئله است. در غیر از یکی از سنت های روز جمعه چی است؟ غسل کردن است، حمام کردن. دوم پیاده رفتن برای ادای نماز جمعه با کمال سکون و وقار مستحب است. وقت حرکت کنین، نه وقت حرکت نکنین، بس شاب و متانت کامل سبحان الله الحمدلله الله اکبر گفته حرکت کنین. لباسایتان را بپوشین، تیاریتان را بگین، وقت حرکت بکنین. سوم برای جمعه در وقت اول رفتن مستحب است. اول کوشش بکنیم، پسان نبیاییم، بیاییم خوب، ولی از اجر کاسته میشه. پیامبر علیه السلام در این مورد ارشاد فرمود من اغتسل یوم الجمعه غسل الجنابه، کسی که در روز جمعه حمام کرد مانند غسل جنابت و یمتر یک غسل خوب اساس، ثم راح بعد تشریف برد به سوی جمعه فکأنما قرب بدنه، گویا که یک شتور را ذبح کرده باشه، یک شتور را یک ثواب میگیره. و من راح فی الساعه الثانیه، کسی که در ساعت دوم میاد در صفای دوم جای میگیره فکأنما قرب بقره، گویا یک گاو را ذبح کرده باشه، این ثواب را میگیره. و من راح فی الساعه الثالثه، کسی که در ساعت سوم میاد در صفای وسط قرار میگیره باز خوب است فکأنما قرب کبشا اقرن، گویا که یک خوب قوج شاخدار را ذبح کرده باشه. و من راح فی الساعه الرابعه، کسی که در ساعت چهارم میاد فکأنما قرب دجاجه، گویا یک مرغ را ذبح کرده باشه در صفای چی. و من راح فی الساعه الخامسه، کسی در ساعت پنجم میاد فکأنما قرب بیضه، گویا که تخم مرغ را صدقه کرده باشه. فاذا خرج الامام، وقتی که امام برآمد حضرت الملائکه یستمعون الذکر، فرشته ها حاضر میشه اما ذکر اینها گوش میده، گوش میگیره. و کسی که آخر میاد باز از این پاداش ها چی میشه؟ محروم میشه. به این خاطر در روز جمعه کوشش میکنیم که وقت بیاییم. چهارم سنت پاکی بدن، خوب خود را صاف بکنیم. گرفتن ناخونهای خود را در روز جمعه بگیریم. سنت طریقی است که از اینجا شروع میکنیم، دست راست از اینجا شروع میکنیم به این ختم میکنیم، باز از اینجا به اینجا ختم میکنیم، باز اخیر یه انگشت ابهامی دست راست میگیریم و پای از انگشت خرد پای طرف راست شروع میکنیم به انگشت خرد پای چپ تمام میکنیم. این سنت طریقه است. همچنان پاکی مویای زیر بغل، پاکی مویای زیر ناف، همه از اینا سنت است در روز جمعه. پنجم لباس خوب تر بپوشین در روز جمعه، نو نداشتیم اما کنه تان نباشین، خوب اتو بکنین منظم و خوشبویی هم بزنید استعمال بکنین. ششم تلاوت سورت کهف در صبح نماز فجر را که میخوانی، پیامبر علیه السلام فرمود من قرأ سورة الکهف فی یوم الجمعه اضاع له من النور بین الجمعتین، که سوره کهف را در روز جمعه میخوانه خداوند متعال برای یک نوری را نصیب میکنه از این جمعه تا به جمعه دیگر و دیگر چیزان. و هفتم دعا کردن در روز جمعه کوشش میکنید وقت تر بیاییم، دعا در این روز اجابت میشه، قبول میشه دعا کردن. و هشتم درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه وسلم، درود بیشتر بفرستید. پیامبر علیه السلام فرمود ان افضل ایامکم الجمعه، بهترین روزهای شما جمعه است، فاکثروا علی من الصلاه فیه فان صلاتکم معروضه علی، پس بر من درود بسیار زیاد بفرستید چرا که درود شما بر من پیش کرده میشه. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد. این کلمات کلشان جملاتی است که درود هست. و در اخیر تلاواتی که صورت میگیره در نماز جمعه امام، بهتر است که سورت سبح اسم با سورت هل اتاک حدیث الغاشیه بخوانه. این سنت طریقه، مستحب طریقه است. بینن یه اعمالی است که در روز جمعه انجام میشه و در روز جمعه کوشش بکنیم که وقت رکعت بکنیم، ناوقت نکنیم که حتی از تخم مرغ هم شویم محروم شویم. دیگه می نمازهای 5 وقت را کوشش بکنیم. با رمضان که رفت باز مقتدی به مایترسکوپ دیده نشود، این بسیار دیگه عجیب است.
این کار نشود. الله متعال همه و شما را توفیق عمل نصیب کنه. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية.